سلام بر هموطنان دوست داشتنی. قرار بود واسهتون 5 اپلیکیشن معرفی کنم که در شرایط نبود اینترنت هم بتونیم با هم دیگه در ارتباط باشیم. امروز میخوام یکی از اونا رو واسهتون معرفی کنم. این اپلیکیشنی که معرفی میکنم اپلیکیشن المنت هستش که در بین کاربران iOS در نبود اینترنت به شدت به درد بخور و کمک کننده هستش. لطفا همگی اینو نصب کنین تا بتونیم با هم دیگه در ارتباط باشیم. راستی اینم بگم که نباید یوزرنیمتون ترکیبی از اسم و فامیل یا تاریخ تولد باشه، برای عدم شناسایی البته. لطفا تا میتونین این فیلم رو به اشتراک بذارین تا باقی هموطنانی که آیفون دارن از این اپلیکیشن با خبر باشن. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.